حکم طاغوتا را نسبت به حکم رسول الله صلی الله علیه و چی میکنه؟ برتریت میکنه. طاغوت چی است؟ طاغوت بعضی طاغوتا کی هستن؟ اول طاغوت کسی است که قانون ضد شریعت الله میسازه و مردم به او دعوت میکنه. بنابراین تمام قوانین، چی کمونیسم است، چی سوسیالیسم است، چی دموکراسی است، اینا کل از اینا یا در جمله طواغیت هست. و قرآن میگه فمن یکفر بالطاغوت، اول باید به دموکراسی کافر شوی. چرا به دموکراسی من کافر هستم؟ به خاطر ازی که در دموکراسی چی میگه؟ حکومت مردم توسط مردم برای مردم. کو که الله اینجا است در دموکراسی سعی در تعریفش. اگه کلمه الله میامد میفتیمان صحیح است. میگه نه، حکومت مردم توسط مردم برای کی؟ برای مردم. یعنی حکومت هم مردم میسازن، قانونش هم مردم میسازن، تطبیق هم مردم میکنن. بنابراین اینجا این حکم طاغوت است. بسیاری کسا فکر میکنن که والا دموکراسی خو چی هسته؟ دموکراسی انتخابات سیاستی است. نه برادر، دموکراسی فکر است، اندیشه است، به اساس یک عقیده پیش میره. ما دموکراسی رو در هندوستان فهمیدم، ما دموکراسی رو در اروپا فهمیدم. در هندوستان رفتیم، کل استادای پانتون از 20-30 نفر استاد. یک استاد ما کسایی که در پارسای علوم اجتماعی هستن، پوهان صاحب زدران هم میشناسن. پوهان زدران ما که در مجلس رفتیم، رئیس امو پانتون چیز بود، اندراگاندی اینستیتوتش، اونجا ما رفتیم 20 روزه سمینار اقتصاد داشتیم، میخواستیم اقتصاد کپیتالیستی رو بفهمیم. همین رئیس پانتون ما رو میمان کرد. پوهان صاحب زدران برازی گفت که پروفسور ما یک پیشنهاد داریم. گفت چی پیشنهاد داریم؟ گفت شما همیشه در میمانیاتون اونجا یک میز شراب ماندگی است. گفت ما مسلمان هستیم، برای ما شراب نمان. او در یک کلمه گفت پروفسور، او جواب پذیر گفت پروفسورا اینجا نظام دموکراسی است. دموکراسی ما شراب حلال گفتن، بناهن ما شراب میاریم سر میز میمانیم. ای که تو نمیخوانی this is your business. we believe on democracy. از این خاطر دموکراسی، کپیتالیسم، سوسیالیسم، داروینیسم یا کلش در جمله چی میه؟ در جمله طواغیت میه. کسی که میگه که دموکراسی از شریعت رسول الله که بهتر است، ای چی میشه؟ ای از ایمانش ناقص میشه. بازی نخورید. اصطلاحات غربی را که از خارج میه، این از زبان منافقای افغانستان یاد نگیرید، از زبان کافر اصلی یاد بگی. در اروپا چرا کافر هم دروغ نمیگه، مسلمان هم دروغ نمیگه، منافق دروغ میگه. کافر ما در اروپا رفتیم، مثلا در اروپا میری برش یک مشروب، برات یک چیز میخری، پرسانش میگی که در بین از این مشروب is there some alcohol؟ بس میگه yes 3% alcohol. دروغ نمیگه، بله 3% الکل است. پرسانش کنی که do you drink alcohol؟ میگه yes. دروغ نمیگه، میگه بله من شراب میخورم. اما منافق شراب میخوره، با صبح دان خود پوت میگیره، میگه روزادار هستم. از نیستم تو دمی لیلی هم محصلین دیدیم، برای ما میگه استاد روزادار هستم. ما که تیر میشیم از این دالیزش سهل میکنیم که روزه خور، در اون بین همون صندوق که هست نه، در اونجا هم نانای خشک ماندگی است، خشک. بازی کاکاگا کاملا نسوار خودم سرش تف کردن، بازی محصل روزخور میونه اون نان نسوار تف کردگی رو میخوره. و باز منافق میگه من صبر روزدار هستم. میگم هی گفتم قوارید به روزدار نمیمونه. متوجه است؟ چرا منافق دروغ میگه، کافر هم دروغ نمیگه، مسلمان هم دروغ نمیگه. ما را یکی از گردن ما را بزنه، من رو بگم، من میگم ما دموکراسی را، با دموکراسی ما کافر هستیم. ما این دموکراسی طاغوت است، پلورالیسم طاغوت است، کمونیسم طاغوت است، سکولاریسم طاغوت است.
چرا کلش قوانینش ضد چی است؟ ضد شریعت الله است. میکشی اهلا و سهلا. میمونی نمی قسم هستی، این نمی قسم هستی. اگر میمونی نمی قسم اینه که ما گزاره میکنی این هستیم. اگر میگی میکشی اهلا و سهلا بگی بکش. باز منتها در روز قیامت و در سر قنطره باز گیرید کردم، باز از زدن که دواندن زیاد میکنه. میگه کلا داده ورده کلا دعبا خیر داده جانی ننش پده تا ورد خود سوارش با بیا دعبا ورد چی سو بیا با او گوری. باز سوار روز قیامت وقتی که باز سر تو خم می باشن مالک یوم الدین. چرا یوم الدین میگن؟ به خاطر که روزی کی است؟ روز دینداراست. بیدینا کلش چی می باشن؟ خم می باشن. دیگه از نواقع